میگم بگو بگه. خب بگو. خسر بگه که چی میگم؟ خب چی میگی؟ امی مادر رو میگم یه همسایه ما مانوروز. خب همسایه ما مانوروز. بفرمایید. بشناسین. ها سلام بشین. بله. مادر میگه این بیچاره هیچ چی ندارن و خونه خوب. یعنی ما این چیز میزی بگویم مثلا چی میبریم؟ مثلا یک گلاس روغن، کم نون، کم دشمله، چای، یعنی لوبی چیزا. چیزی هم چاش پخته میکنیم بشقاب ببرم. آها. این بیاوردیم اینجا بشونیم. برج 4000 روپیه 3000 روپیه می سرار می طبق کرایه میکردم. ما به زیادم بدادیم به 2000 روپیه. پول برقی و هر دفعه که میاد یک دفعه پول داره یک دفعه نداره میگی خیره باشه. انا با مادر تو خودی تو اینجا برادره که شما داریم سبابچین شدیم و خیراته شدیم و زکاته شدیم که ما چون روغن نداره این لوبی نداره ما چون خود نداره نون نداره نون خوش نداره چای نداره. خب من کدو شرکت پیار منه ها؟ بابا گناه دارم. آها بیفهم چی اشته گناه داره؟ سیکو به چیمه؟ هر وقت به خیر خوشی که تو زن کردی به خونه خور رفتی خونه خور سیوا کردی او وقت زن خورم بشون بگو زن از این بعد دل بسوزون تو هم دل بسوزون هرچی که بازار پیدا کردی ببر نصف بده به همسایه پهلو خور جام بده خرجیرم بده این سفیدیان نه به تو موندن نیم آدش ما میفهمیش چه گناه داره خود؟ چه گناه داره؟ از ما دیشه اینجا پله میخوریم نگه شما گوشت کسی گوشت لنگ میخوریم اونا میفهمین دیشه چای نبوده که تا جوشا بنازن او جوشو نون خوردن. خب بخورم جمع کنم بخور بخورم این که ندارم گناه منه تو الان مولا ماجد شدی مادر بیا چه میزنی بچه چیکار شده ای؟ بشی یک دقیقه نه نشیشته. خب عمل کنیم شما پیر بچه مادر بعد ما هم تا گوشت رو بزنم سعی کن میگه حقوق همسایه خب مثل همسایه مثل خواهر مادر آدم باید آگاه باشه. همین خواهر مادره اشتره که با هر کس با تو خواهر مادر شد سعی کن همین مادر از این تفلان نیه اونجا دست فروشه به دروازه. خب اونجا دست فروشه و بیچاره هم تفلا گوشنه توش نم. من میگم خر بفروشه دست فروشی چی خر بفروشه؟ آخه یک زن وقت اگه نداشته باشه اشته برای دست فروشی کنه. چرا خب ندارم بیچاره دگار. چرا خود مامان روز آدم کلونی تیار تکله چرا کار نمیکنه؟ گذاشته بیچاره سر گذر میره که کی کار بزی پیدا میشه. خب این به مربوط با من چی داره؟ خب خیلی آدم میکنم. من به خونی خواهر چیزی دارم میخورم اگر ببرم به همسایه هم بدم که همسایه من گوشته به خاک که گوشته این گوشته گدایی نکنه گناه داره. ثواب داره بابا. فیس نکن چرکتا یک بشخواب بده نه بشخواب الله پاک بده. خدا قسم زنه میفهمی یک عباس زن یک پوری کبره یک دونی برای نمی دونه که میدادی پیش چوقو که خیال نمیاد اگر دیدن که به همسایه پهی بردی دادی ایتا سر طور خوش میتره شنم شما به ثواب نمیفهمی. میگم اگونا داشته باشم اون تفلا گوشنه هم هیچی نخوردم من داشته خود بدیدم اونا به چی بزی از این؟ میگم همون کجیر بچی و تفلیه آه چیه 32 سال عمره نچره نمیره کار نمیکنه او بیچاره کار کرده نمیتونه کسی بزو کار نمیده آخه خب خود مامان رو چرا کار نمیکنه آخه سر گذر میره کار پیدا من میگم به سر گذر من میگم برای سر قبرستون قبر بکنه اونجا قبر کن شه بابا مادر بابا ما بیت که پونه میفهمم با صاحب سر شما وا نمیشه سر ما میشه من میدم برای صاحب هر چی بگه فقط دور بزنیم اینجا بزی بده تیز باشی یک پشخواب به ده پشخواب الله میده شما دیگه مملانه خود خرامان شیم خب با وقت خوردن با من صدا شما که با قصه تکفانی برو خدا بزرگ برو دیگه همسایه آدم چیزی رو بگم با همسایه دیگه خواهم بده نگاه کنه پیار عباس خدا میگه حرکت بکنم برکت کنم بشین نه که تو بشین بشین نگاه کن همسایه آوردیم اینجا کرای سرا خور گاهی وقت داره میده گاهی وقت نداره نمیده میگم خیره باشه میده اما یک برج به پیشی و از این برج دیگه من در روز دیگه مونده ای تو بیا بزن روغن بدی بنیم بده که ای اولا به پی گوشنه نشه گوشنه نه اگه نون چای بخوره گناه داره نه حال که من پول دارم نون دارم مثلا خرج دارم مثلا ببرم بدم زودی همه دیگه جا کنه که اضاف کردم به تو گفتم کیچیری کردی با همسایه ترکش پول مالون منو که به همسایه برو نون بده
نونم بیاره دیگه. خود تو به من به زمستون روز بریفتی و من جک او بردشته بیاورده. بابا شما همه هر کار بونه میگیره، شما نخوریم ما میخوریم. اول نون بیار بابا او بیاره. باشه میان تا جا کنن دیگه. عباس بله. بیا من افتاده من تا بیار خوبی شورک به سفرم بگون بده دیگه جا کنم. همین خودی برنجی بگونم تا همسایه. همینو. کجیر هستیم کجیر بفرمایید الهی خیر ببینی. خوبی بچه ها چیه اینا؟ بخیر سفره چیزی بیار بخیر اون مجموع چیزی بیار کی چیری آوردی؟ بخوریم بچه ها خوبه خیلی ببین دست شما در نکنه. بیار اکچه شکرم جودی شو. بچه ها خوبیه جودی بچه ها بخوریم نشوری هم شما آفرین مرسی چه خوبیه من شما نمودم؟ نه بچه هاش نمیایم با نه چاش نمیاد رو من نماشون میام. بکنم بچه ها بله غذا خوب بخوریم خب خوب. باز گوری رو تو بیاره یکی شما بیاره خوبه خوب. حالا اینه گوشت را نپخته کنه حالا اینه خیلی. من به زور میگم که تو نونار چیزی به همسایه نده. میگه عباس بیا دستا پیار خور بشویا که من برم گوری بر اینجا به همسایه بدم. ای چه به گپ نمیفهمه این زن من چه به گپ نمیفهمه. بخور دلچینی بخور. گوش نمیدینی؟ کجی؟ بله اینا کجا بده؟ اینا رو مادر عباس آورده. یاله کن مادر عباس بد کرده که مادر عباس به تو آورده. چکاره؟ چه کاره؟ فقط شما ما به خرج خونه بردشون. اینا رو هم بخور. گوشنه و گوشنه. خیلی خوشی بیاره با داره بدرشی خاک و سرشی تو به خدا تو باش. سیکو تو ما هم یک پیار ظالم دارم که عدل تکلیف داره خوربان دق بزو خونه که حالا غوری پس بیاره بیچاره گوشنه و دوشنه شیشته هم ای به گپ نمیفهمه. برده بابا نون به من نگیری. برده چه خوبا؟ برده که چپا میکنه برده بابا ثواب داره خب ثواب داره. همین خوری چیه تا من مغز کلم بهمی شکم نکن گوشنه یعنی دسته در آوردی که اول به همسایه تا من مغز کلم بودید پر میکنه. یاله شرکت پیار خون یاره اینا. شما خیطالا سختی نبوده سختی به کجا هم سخت باشون چه میزنیم آخه؟ باشون چه میزنیم؟ برا آخه چه شما خوری برای اینجا آورده چه شما زباس میزنیم آخه؟ یا بساقی شده بودم که ما بیار سرکی شده بودم برای اینجا برده چه شما این که میکنیم؟ برو کنون نمان برو بیشتر مادر که ما بیار سرکی شده بیایم بریم برو سرکی شدم من سرکی شدم من سرکی شدم نون میارم من به چی خیریه و زحمت ها میرم پول جمع میکنم یا اینجا به همسایه قولی برادر اسلام یکی نیه بیای از این مدر بچه بپرسه کی بچه ها نادون پیر مادرتونم اینا براراتونم اینا اولاداتونم اون پیرمرد خودی کله خوش که خوب بیامده اینجا که مردم نون مایه من چی مایه همون زن فکر نمیکنه مگر ما ترکش پول مالور باشون سال با 12 ما نه یعنی نون که اگه بیاوردیم من اونا رو گولی بر اینجا بزنم و تا سر توی گولی رو بستندم اینجا که مرد که خودی بچه خوب بخور نون نه یعنی من معترم سیانه و کده من گوشنگی غوری رو وقت ببرده بابا وی و بیلا کسی نیه من چی میفهم که تو میبینه به غوری نونه میفروشی اگه تو نفروشی چرا اول به خونه میاری آخه که زن با چه من خیلی ندیدم خیلی بیعقبی به خونه بینیم نه چری ایتا نه بگیری بابا
پیش من نیا، اینا به 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 پیش من نیا. بفهمیدی؟ اینا به پیش من نیارک. من نمام از این خونه من میرم. من نمایم این خونه. سلام بابا. بله. سلام. بیامدی بخیر از سر کار. بابا چی چندی کار کردی؟ امروز با کار نرفتم بابا. کسی من نبرد کار. اصلا دستلوف نکردی. هیچ. وای 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 وای. کجای مادر تو؟ مادر ما بابا برفتم تا حالی نمادن دیگه. نمادم تا نه. وای 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 وای. بابا جان. امی امرو ما سه نفر امی گوش نمیدی. امی زن گیلک خدا خیر بده. خیلی زن مهربون خوبیه. خب. یک دوری کچیری قرار کرده بیارد امی جگا بخش که ما سه نفر بخوریم بابا. گیلک دیده و بیست هم گرگ خود خوبت نختون. گوری بر اینجا بابا پیش ماوردش. برد. بابا رفتم به گوش کشید و دیدم این زن میزنه که اینا غناقه بخورم برم کار کنم بخورم. چرا تو برای این میبینی برای اینا را مخته میکنی میته. وای 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 وای. یعنی همینطور بیان قوری برای اینجا پیش آوردش برو. بابا هرش یکی بگو. وای 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 وای. این که شخصا هم پیدا میشه. بابا گوش نگیدیر با بلنگ بلنگ بکن بیا بدم پیش همین تکی چیری ها خوبی بدن بابا که چی بگو. همه دو زمان چه بگری نکنی. بابا خلو بخورو. که پیمی میده که یک منزه خوری بستم که خونو میرم خونو میخوره. همه چینگه کم بخور بزنه بوله خوش خوشی بود که کنی که نخوره. بابا کجا بری؟ آره پیش ما شیشته یا بچه خوری کن گری نکن در چینی شو گری نکن. خدای من ناتوانم میشارم در و درم بارا ما تو رحمت کن پدر. خیلی گری نکن شما خیلی گری نکنه تا قیامت تو غریب نمیمونه. غریب هم خدای داره. بیشک بابا. اگه برو بکار نرفته بکن صبح برو بکار. بابا سوخته مگری گیلک بابا گوری همه برای که انسان هم پیدا میشه دست به لقمه نونی درات میشه کسی نمیدم. راست بگی بابا. آدم این دفعه نمیبرد خیر بیباد اگر نمقدش نمی آوردم. شکرانشو گری نکن نه بابا گریه نمیکنه خیره. گری نکن خیره که اگه رو بکار نرفته بکن صبح بکار تا قیامت تو غریب نمیمونی. راست میگیم بابا. خدای پاک وکم یک در وا کنه بریم ما. آمین. گفته و نکنه این کارا. کجی؟ بله. تو خبرم زنگی لک صدا کن. خوب بابا. نه خوش. بیای مادرم. سلام خانم خوبه؟ خوندن باشی شست. سلامتی. شکر زده باشی. چه به چای تنم چه دعوت؟ اول گریه کردین شما؟ گریه نکنه چرا اول مادر جون کجا؟ نه مادر؟ نه مادر عباس. بله. ما قریب هستیم. هر دم شهید هستیم. فرد سال میرم سرگذر یا کار میکنه یا نمیکنه به هر ترتیبی هست ساکن پول برق و پول او کتاب شما رو هم سرهم میکنیم. اما اجازه خود نداره همین لقمه برای اینجا امرون چاش بیاردی پیش این کودکان بردیشتی همین گیلک بیان واردش اجازه کنید چرا دلم چما بگرگوری نختی که از دیدم من دلم موهای بطرقه سعی کنم کاکا جان ایترن خب عجم گیلک مشا مزرد خیلی کنم ببخشید او همیت نافهمی بیعقلی کردم تو بداخلاق تو سعی کن
این از من گریه میکردم. این از من مختلف یک لقمه برنجی که گیلک از پیش نباشی گریه میکردم. شما مختلف فکر کنیم دل به کذا کار پیچیش آورده. یعنی کاکا جان خوب با خدا شما مختلف فکر کن نکنیم روی شما خدا بینه خیلی که غریبم. تا قیامت تا غریب نخواهماندم. همون لقمه برنج رم نمیارده دل بچه ما گرده مینداختم. عجب گیلک نشه معذرت خواهی کنم از بچه ها شما معذرت خواهی ببخشیم به خدا من قصد از این نداشتم که اینا با کدام گپ بعد کدام چیز بدل از اینا فرق بگرده. سعی کنید کاکا معذرت از اون معذرت خواهی کن ببخشید. و همه که میفهمید که اون میشناسه که همیت بد اخلاقی هست دیگه. اما در بعد فکر کنید همسایه درسته همسایه بگردن همسایه هم داره. تا تمام نوه که شما به خدا بدون گپ گیلک ما به شما رسیدگی میکنم یعنی کمک میکنم. خواهر خوب بگردم مادر خوب بگردم 2 ساعت دیگه نممکنه ساکم مخبرشم که طور بزدم گیلک. غم نداره خیلی زد فدای سر بچه ها خیلی غم نداره. خیلی مرد زدن غم نداره. من بر شما تا میگم تاوان نبکش کاکا جان خدا از دست من کار بیای میکنه به بچه ها و شما. میفهمم که واقعا سخت آدم نداشته باشه شاید زمستون بچه ها. بخی گریه نکو برو خانه که بال با میاد و ساعت دار میکش بخی. مدت که چی به ما رای نکنی خدا بال ما روز میکنه. وای ای خدایا شکر دارین جور سعدمند هستیم خیلی که غریبیم